سلام بر تو. چطوری؟ خوبی؟ بعد چند روزی که نبودم، چند روز شد؟ 2 روز شد؟ 3 روز شد؟ چقدر شد؟ 2-3 روزی نبودم. گفتم دیگه غیبت کافیه، بیایم که دیگه دوباره غذا رو با هم بزنیم. بعد دیگه دیدم خیلی هم دیگه خودمونی شدیم دیگه، واقعا حال نشم بریزم تو بشقاب. تو همین ظرفه بود دیگه، تو همین داغ کردم و گفتم دیگه بشقاب کثیف نکنم. این تو ما زرش پلو با مرغ داریم، دلت نخواد دیگه، که از ظهر مونده. نه اولین قاشقی که خوردم پرید تو گلوم. طبق معمول توبی عزیز رو داریم اینجا. آره دیگه این 1-2 روزی که نبودم، چون حالا یا مثلا شما رو تنها نبودم یا مثلا مهمونی بودم خونه نبودم، مثلا اینا سر اینا شد که ویدیو نداشتیم. بعد امشبم من خب امروز سه‌شنبه است دیگه، سه‌شنبه من یه کلاس آخر وقت دارم، همونطور که در جریانی. کلاس مارکتینگ دارم ساعت 8 تا 9:30 که بعد دیگه بیام خونه تقریبا مثلا ساعت 10:30 ایناه. ولی اینطوری شد که من ساعت 6:30 حاضر شدم، رفتم پایین ایستگاه اتوبوس وایسادم که برم به کلاس برسم و من هوا رو چک کردم، هواشناسی زده بود که 4 درجه یا 5 درجه است، ولی فیلترکش 1 درجه است. بعد من هم یه لباسی پوشیدم که فکر میکردم برای 1 درجه مناسبه، ولی وقتی رفتم پایین و یکم توی ایستگاه اتوبوس نشستم منتظر اتوبوس، دیدم که اصلا مناسب نیست و واقعا سردم شده بود. حالا نه اونقدر که مثلا واقعا بگم مثلا داشتم یخ می‌زدم، ولی سردم، یعنی ترجیح میدادم که مثلا لباس گرمتری تنم بود. خلاصه آقا ما یه 20 دقیقه نیم ساعتی نشستیم، اتوبوس نیومد و سردم هم بود و بعد دیگه یه جوری شد که گفتم الان اتوبوس الانم بیاد، من سوارشم به کلاسم دیر میرسم و مثلا ممکنه تا 2 ساعت دیگه سردتر هم بشه و من بیشتر سردم بشه. گفتم حالا هم برم هم سرما بخورم هم تازه به کلاسم دیر برسم، گفتم ارزششون نداره ولش کن دیگه. چی همون دوباره برگشتیم از ایسکاتوس بالا. ولی میگم تازه مثلا این شروع سرماه و سرد بود، یعنی من آماده نبودم واسش. حالا تازه ببین سردتر بشه چی میشه، باید یه ذره بیشتر آمادگیمو واسه سرما ببرم بالا. دیگه هیچی. خلاصه الان هم دیگه تقریبا تو ماه آخر کالجیم دیگه، چون که ترممون اوایل دسامبر تموم میشه، فکر کنم هفته اول دسامبر اینا امتحانامونه و الان دیگه تقریبا کمتر از 1 ماه مونده و خب تا الانش که خیلی خوب بوده. یعنی حالا امتحانایی که تا الان داشتیم، اسایمنت هایی که تا الان داشتیم، همه نمره خوبی ازشون گرفتم و حالا این دیگه تقریبا از همه درس‌ها فقط مثلا یه دونه یا مثلا آزمون پایان ترمش فقط مونده یا پایان ترم و یه دونه مثلا آزمون کلاسی مونده که دیگه اینا رو مثلا خوب بدن دیگه خیلی راحته. ولی آره این سرمایه خودش مسئله است. من اولین زمستونم اینجا تو کانادا و همیشه همه میگن سرده، ولی تا خودت تجربه نکنی نمیفهمی که راجع به چه سرمایه‌ای داریم صحبت میکنیم دیگه.
من میگم امروز یه چشمشو دیدم، یه بخش کوچیکی. توبی جان میای حتما هم باید بیا اجرا دوربین رد چی، درسته؟ بیا اینجا آقای، بیا توبی، بیا برو من، برو اونجا. بچه تا بو غذا بهش میخوره سر و کلش پیدا میشه. خلاصه آره. بعد دیگه حالا این چند روز که دیگه از اون روزی که توی که بود فکرم 2 تا ویدیو قبلی بود که گفتم میخوام یه دونه چالش 7 روزه برم که یه هفته پشت سر هم برم باشگاه. واقعا رفتم تا الان، هر روزش هم تو اینستاگرام استوری میذارم، اون ویدیوهایی که چالشش گفتم میذارم این بالا مالاها، ببین اگه ندیدی. اینستاگرام هم تو دیسکریپشن میذارم، حتما فالو کن، اونجا بیشتر از داستان روزمره اینا میذارم. بعد خلاصه خیلی خوبه، حال خیلی خوبیه ورزش کردن، خیلی بهم حال خوبی میده، تو روحی هم خیلی تاثیر داره، تو کلا انرژیم در طول روز خیلی تاثیر داره و کلا حس میکنم آدم بهتریم، میدونی حسم نسبت به خودم خیلی بهتره. حالا الان خیلی نمیخوام راجع به تاثیر ورزش رو صحبت کنم، چون میخوام اون 7 روز که تموم شد بعد اون 7 روز بیام کلا ویدیو اون شب و بیام کلا راجع به تاثیر ورزش و مثلا چه نتیجه از این 7 روز گرفتم و اینا صحبت کنم. ولی چالش اصلی در مورد خورد دوباره اومد، بس دیگه بیا برو. چالش اصلی در مورد این یه هفته فرداه، سخت‌ترین روز فرداه، چون من فردا از صبح برم کالج، یعنی تقریبا 8 صبح راه بیفتم و برگردم خونه تقریبا ساعت مثلا 6:30 و بعد این همه ساعت من باید برم مثلا ورزشرم بکنم، حتما 1 ساعت حداقل ورزش بکنم که این استرایک 7 روز هم میتونم حفظ بکنم. خلاصه ماجرا این بوده. حالا تو بهم بگو که از زندگی چه خبر؟ اوضاع به کامه؟ خوش میگذره؟ الان واقعا بزرگترین دغدغه و نگرانی که دارم بحث کار پیدا کردنه و تقریبا هر روز دارم واسش تلاش میکنم، اپلای میکنم، نمیدونم این برامر میگردم، بین اون میسپرم حالا به کسایی که میشناسم، ولی فعلا خبری نشده و من همچنان دارم سعی میکنم که خودم مثبت نگه دارم و میدونی روحیه‌مو نبازم. ولی خب میدونم که خیلی بهش نیاز دارم در حال حاضر، نه صرفا به خاطر بحث مالی بلکه به خاطر بحث اون روحیه مفید بودنه و همه اینا، میدونی یعنی از ذهنی نیاز دارم که کار بکنم، چون من همیشه تقریبا فکر کنم از 18 به این ور من توی 7 سال همیشه کار میکردم دیگه، حالا یا یه جای استخدام بودم یا یه کاری واسه خودم میکردم، همیشه مشغول یه کاری بودم، یه شغلی داشتم و الان این 2 ماهی که الان هیچ شغلی ندارم و هیچ کاری نمیکنم یه مقدار داره از نظر ذهنی به هم میریزه. خب میگم من دارم سعی میکنم خودم با همین ورزش کردنه با هر چیزی که بلدم، برنامه ریزی کردن، همه اینا خودم مثبت نگه دارم که بتونم باز تلاش کنم و باز اقدام کنم تا بالاخره به اون نتیجه‌ای که میخوام برسم. ولی خب اینطوریه دیگه. خلاصه اینا فکر کنم یه قاشق آخر بزنیم کافیه فکر کنم. خیلیا بهم گفتن که تو مثلا ورزش و اینا میکنی چرا شام انقدر زیاد میخوری، یه بشقا بر سری میذاری جلوت میخوری،
اینا خدایی حالا زیاد نبود، ظرفش یه جوری غلط اندازه، خدایی زیاد نبود، منم کلشو نخوردم که یه ذره سعی کنم حجم غذامو کنترل کنم که این ورزشه بی خودی نباشه. حالا ورزشه در کنار حالا تغذیه ها و اینا، مثلا بتونم وزنمو کم بکنم و مثلا فیت تر باشم و این داستانا. این هم قاشق آخر. دمت گرم که همراه هم بودی. دیگه بریم، اگه روز داری میبینی روز خوبی داشته باشی، شب داری میبینی شب خوبی داشته باشی. به هر حال که خیلی چکریم.